به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارح. پس از 12 سال ازدواج زنم خواست که من زنی دیگر را برای خوراک شام و کینا دعوت کنم. وی به من گفت من شما را بسیار دوست می دارم، اما من می دانم که زنی دیگر شما را دوست می دارد و می خواهد که با شما وقت گذراند و این زن مادرتان می باشد. آن بیگاه من به مادرم زنگ زدم و او را به خوراک شام دعوت کردم. مادرم 19 سال باز این جانب بیوزن است. وقتی که من به مادرم زنگ زدم، مادرم تلفن را برداشته گفت چی شد پسر جان؟ شما خوبید؟ چرا در این بیوقتی شب زنگ زدی؟ من گفتم مادر جان آرام باشید، ما همگی خوب هستیم. من برای آن به شما زنگ زدم تا شما را برای خوراک شام دعوت نمایم. مادرم کمی فکر کرده گفت من راضی پسر جان. و مادرم گفتم این خیلی باشد، روز جمعه پس از نماز من به نزد شما می آیم و همراه و خوراک شام می رویم. مادرم راضی شد. روز جمعه پس از نماز من به نزد مادرم رفتم و کمی هیجان داشتم. به نزد خانه مادرم رسیدم و دیدم که مادرم در آستانه در مرا انتظار است. مادرم در نزد در ایستاده بالاپوشش را به کتفش پرتافته بود. مویهایش در شکل جنگیله بود و او لباسی را که پدرم در سالگرد آخرین عروسیشان خریده بود پوشیده بود. ما به طرف خانه رفتیم که هرچند با حشمت هم نبود ولی خیلی زیبا و با راحت بود. مادرم دست مرا گرفته راه می رفت. وقتی که ما در سر میز نشستیم من مجبور شدم که منیو را به مادرم بخوانم. چشمان مادرم اکنون تنها چاپ کلان را فرق کرده می توانست. نصف منیو را خوانده سر برداشتم و دیدم که مادرم تبسم حسرت انگیزی دارد. مادرم گفت پسر جان وقتی که تو خور بودی من منیو رو به تو می خواندم. من باشم گفتم مادر جان امروز باشد نوبت من. امروز من منیو رو به شما می خوانم. ما هنگام خوراک شام بسیار صحبت خوب داشتیم. چون این به نظر می رسید که هیچ چیز مخصوصی نیست. ما تنها رویدادهای آخرین حیات خود را مبادله می کردیم. ولی ما چنان صحبت خوشی داشتیم که حتی به کینا دیر موندیم. وقتی که من مادرم را به خانه آوردم مادرم به من گفت پسر جان باز یک بار دیگر به خوراک شام می رویم؟ من گفتم البته مادر جان می رویم. مادرم گفت دفعه دیگرش از حساب من راضی شدم و از مادرم پرسیدم مادر جان امروز چه خیلی گذشت؟ مادرم گفت از آنی که تصور میکردم بسیار خوب گذشت. پس از چند روز مادرم از سکته قلب وفات کرد. این حادثه چنان ناگهان روی داد که من امکان کاری را برای مادرم کردن نیافتم.
پس از چند روز از طرابخانه‌ای که من و مادرم خوراک شام خورده بودیم، لفافه با کویتانسیای پرداخت آمد. در لفافه یک نامه هم بود. آن نامه را مادرم برای من گذاشته است. نامه را گشوده خواندم. در آنجا نوشته شده بود: پسر جانم، جان جگرم، دویم خوراک شام را من پیشکی پرداخت کردم، چون که می دانستم که دوباره با تو خوراک خوردن نمی توانم. اما من پولش را پرداخت کردم. می توانی که همراه زنت به خوراک شام روی. پسر جانم، آن خوراک شامی که با من گذراندی، من هیچ وقت ارزش آن را به تو گفته نمی توانم. آن روز بهترین روزی من بود پسرم، چون که من آن روزم را با تو گذرانیدم. خودت را احتیاط کن پسر جانم، من بسیار تو را دوست می دارم. هر کی باشد صاحب عقل و تمیز، مادرش را دایما دارد عزیز. برادران و خواهران عزیز، به قدر مادران برسید، زیرا مادر و پدر نعمتی هستند که دوباره به ما داده نمی شوند.